داستانی کل تاجیکستان روز 6 سپتامبر سال 2023 ویدیوی اکبر احمدوف یک متهم اساسی در قتل بانکدار تاجیک شورت اسمت‌اللهیف را نشر کرد. قبلا خبرهای نشر شد که اکبر احمدوف در بازداشتگاه جان داده است و او را در یک آرامگاه در خوجند به خاک سپاریدند. این خبر از یک صحبت دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اسبه با یک رهبر مخالفین برخواسته بود، ولی رادیوی آزادی این خبر را با تکیه به گویا 3 منبع نشر کرد. داستانی کل تاجیکستان خبر نشر کرده این رادیو در خصوص فوت یکی از اعضای گروه متشکل جنایتی مربوط به بودن و کشتار معاون اول رهبر اوریون بانک اسمت‌اللهیف احمدوف اکبر در بازداشتگاه شهر دوشنبه و بازداشت مادر او را کاملا نادرست و خبری بر دروغ نامیده گفت. احمدوف با پرونده جنایتی مذکور دستگیر گردیده نسبتش شورای پیشگیری در نمود بابز گرفتن، تطبیق و نام برده در سزا قرار دارد. اما نمایندگان رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان طلبات‌های قانونگذاری را دغلانه ویران کرده، برخلاف طلبات ماده 14 و 29 قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره مطبوعات دوری و دیگر واسطه‌های اخبار عامه مواد بر دروغ نشر نمودند. 5 سپتامبر سال 2023 به نمایندگی رادیوی اروپای آزاد یا رادیوی آزادی در جمهوری تاجیکستان جهت برطرف نمودن ویرانکنی قانون مذکور امر خطی داده شد. امر خطی که با امضای داستانی کل تاجیکستان به دفتر رادیو فرستادند به معنی است که در قدم بعدی می توانند دفتر آزادی را در تاجیکستان ببندند. رادیوی آزادی روز 6 سپتامبر رسما از مادر ابوبکر احمدوف و اهل خاندان او برای نشر خبر اشتباهی معذرت خواست. دلشاد سید مرادوف در آن صحبتش گفته بود که در اول ماه آگوست مقامات تاجیکستان مادر اکبر احمدوف را بازداشت کردند و او مجبور شده است که به تاجیکستان برگشته خود را به مقامات بسپارد. اما در 2 ویدیویی که داستانی کل تاجیکستان روز 6 سپتامبر نشر کرد، اکبر احمدوف و هم مادرش این را رد کردند. اکبر احمدوف گفت که خودش اختیاراً برگشته به مقامات تسلیم شده است و کسی او را شکنجه نداده است. احمدوف افزود که در بازداشت امکان ملاقات با نزدیکانش را دارد و لکه 4 بار با پدر و مادرش واخورده است. جسد معاون اول رئیس اوریون بانک شورت اسمت‌اللهیف را که شام 23 میلیون سال 2023 از نزد خانه‌اش در مرکز دوشنبه ربوده شد، بعد 50 روز جستجوها روز 12 آگوست از موضع سرزم پنجکین پیدا کردند. داستانی کل تاجیکستان دلشاد سید مرادوف را رهبر آدم ربایان می شمارد و قبلا خبر داده بود که او و اکبر احمدوف به روسیه فرار کردند. بنا به اطلاع دریافتی سید مرادوف در سرزمین‌های از سوی روسیه اشغال شده اوکراین پنهان شده است. روز 3 آگوست مقامات مادر او ساجده سید مرادوف را نیز دستگیر کردند.